بر شما. ما در این برنامه به معرفی بوینگ 777 که در کلاس خودش بسیار موفق بوده میپردازیم. امیدوارم خوشتون بیاد. مهندسان شرکت بوینگ معتقدند که بوینگ 777 تلفیقی از مهندسی و طراحی بی‌نظیره. یک خط هوایی موفق نیاز به هواپیماهایی با مصرف مناسب، آلودگی کم و از همه مهمتر فضای داخلی راحت برای رضایت مسافران داره. « 777 پن پیکرترین هواپیما در کلاس خودشه و میتونه در درجات مختلف طراحی بشه. « 777 200 متر مکعب فضای بار داره که به راحتی میتونه تمام بار مسافران رو با خودش ببره. شرکت بوینگ معتقده 777 یک هواپیماست که هم مسافر و هم شرکت هواپیمایی از اون راضی‌اند. « 777 تا به حال 35 میلیون ساعت پرواز داشته و نشون داده که از کارایی و استحکام زیادی برخورداره. بهترین تکنولوژی و ابزارهای تکنولوژی به همراه مهندسان با تجربه بوینگ 777 از همه نظر قابل تحسین را متولد کرده. 99.5% از پروازهای این هواپیما تا به حال آن تایم بوده. همه خریداران 777 و مسافران اونها از این هواپیما راضی‌اند. با سپاس از تک تک شما همراهان آتن تیوی، لطفاً درخواست‌های خودتون رو برای ما بنویسید و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای بهتر کردن برنامه‌ها کامنت بدید.